شما فرض کنید 2 تا دره وجود داره، 2 طرف، و شما میخواید از این دره برید به اون دره برسید. قطعاً دفعه اولی که بخواید از روی این دره برید با کلی مکافات مواجه میشید. باید برید یه طنابی پیدا کنید، 1000 بار این طناب بندازید به سنگی چیزی گیر بکنه، مطمئن شید که محکمه، بعد با 1000 دردسر و مکافات از این طناب رد شید، برید اونور. اما چون این مسیری که احتمالاً بارها و بارها شما باید بیایدش، این طناب رو نگه می‌دارید، سفتش می‌کنید، چون یه برگشتی هم وجود داره دیگه. دفعه بعد که دارید برمیگردید، یه طناب دیگه می‌بندید به همون سنگ یا همون درختی که اونوره و محکمش می‌کنید. بعد با طناب قبلی میرید اونور. حالا طناب، یه دونه طنابتون میشه 2 تا طناب. بعد شما میرید این طنابا رو هی تعدادش رو زیاد می‌کنید، بعد چوب میذارید زیرش، یه دونه پل معلق روی اون هوا میسازید. دفعه بعدی که میخواد از این دره عبور کنید، شما تو 2 دقیقه از این دره عبور کردید. دفعه اول چقدر طول کشید؟ چقدر انرژی ازتون گرفت؟ خیلی زیاد. مجبور بودید کلی ریسک کنید، حتی ممکن بود بیفتید بمیرید از اون دره، چون یه طناب دیگه. ولی انقدر این مسیر رو رفتی برگشتی تا تونستی یه پل کامل بسازی. و این پل کامل میشه مسیری که تو میتونی از این به بعد این دره رو به راحتی ازش عبور کنید. تو یادگیری دقیقاً ما اینجوری عمل میکنیم. هر بار که شما یه کاری رو انجام میدید توی اون موضوعی که دارید آموزش میبینید و تلاش میکنید که تثبیتش کنید و خودتون رو تقویت کنید، انگار یه دونه طناب اضافه کردید به طناب قبلیه. درک بهتری پیدا میکنید. این موضوع رو توی نوروساینس، تو علوم اعصاب بهش میگن مسیر عصبی. اینکه ما کلی نورون توی مغزمون داریم، سلول‌های عصبی، که این سلول‌های عصبی هم کلی ارتباطات دارن با هم دیگه. یعنی مثلا یه سلول عصبی هزاران ارتباط با سلول‌های عصبی مختلف داره. هر اتفاقی تو بدن شما میفته تو توسط حواس شما، این اتفاق توسط این سلول‌های عصبی شما پیامش منتقل میشه به مغز شما تا درک کنه. مثلا شما الان دارید از طریق مانیتور موبایلتون، از طریق LCD موبایلتون منو میبینید. این دیدن، عمل دیدن، اول تصویر من به چشم شما میاد، اون تصویر توسط یک پیام عصبی به مغز فرستاده میشه، مغز یه پیام عصبی برمیگردونه به چشم که من بتونم اینو درکش کنم. پس شما هر فریمی که از من تو هر ثانیه‌ای که میبینید، یه بار این اتفاق رفت و برگشت صورت میگیره تو مغز شما، یه پیام عصبی فرستاده میشه که شما بتونید تصویر من رو ببینید. حالا شما وقتی که این مثلا شما فرض کنید انگشتای مختلف دست من هر کدوم یه سلول عصبیه، نورون‌های مختلف شماست و هر کدوم یه پیامی رو داره منتقل میکنه. وقتی شما توی موضوع خاصی پیامی رو میخواید منتقل کنید، مثلا فرض کنید انگشت اول با این انگشت آخریه یه موضوع خاصی رو میخوان منتقل کنن، هر روز هم یه اتفاقی میفته، این دوتا کم کم بعد از مدتی به هم نزدیکتر میشن و اتصالاتشون، یعنی اون فضای بینشون یه فضای خالی وجود داره، خیلی کوچولو، نانومتری. اون اتصالاتی که اون گیرنده های عصبی و فرستنده عصبی که وجود داره که این پیام میفرسته اون میگیره، تعدادشون به مرور بیشتر میشه وقتی خیلی زیادی اتفاق تکرار میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش که مغز شما پیش بینیش اینه، میگه ببین این آدمه داره هر روز این کارو میکنه و انجام دادن این کار انرژی مصرف میکنه، منم که نمیخوام انرژی بخوری هدر بره. وقتی این دوتا رو به هم نزدیک میکنم، سرعت انتقال این پیام بیشتر میشه و میزان انرژی که لازمه کمتر میشه، پس من میتونم انرژی بیشتری ذخیره کنم. شما با طرز فکرتون وقتی اینو بدونید میفهمید وقتی من وارد یه مسیری میشم، مثلا شما فرض کنید میخواید ریاضی یاد بگیرید، میخواید برنامه نویسی یاد بگیرید، یا میخواید نقاش بشید، میخواید خط یاد بگیرید، رانندگی میخواید یاد بگیرید یا هر چیز دیگه، بار اولی که اون کارو دارید انجام میدید، مثلا فرض کنید یه راننده دفعه اولی که میشینه پشت فرمون، این که کدوم گازه، کدوم ترمزه، کدوم کلاژ، دنده رو کی باید عوض کنم، فرمون رو چطوری بگیرم، اگه خواستم راهنما بزنم چی کار باید بکنم، اینا تک تکش تو مغزش داره پردازش میشه. یعنی دونه دونه رو باید فکر بکنه و خیلی ازش انرژی میگیره. دفعه بعدی همینجوری ادامه که پیدا میکنه، هر بار که آموزش میبینه و تمرینش میکنه، این اتفاق آسان‌تر میشه براش و مسیر عصبی هی داره ساخته میشه. پس شما بعد یه مدت میبینی همون آدمی که روز اول به شدت در حین رانندگی استرس میگرفت، بعد گذشته مثلا یه ماه، 2 ماه، 3 ماه که تمرین میکنه، رانندگی میکنه، بدون اینکه اصلا فکر بکنه، دنده عوض میکنه،
گاز و ترمز و کلاژ و فرمون و همه رو میگیره، بوق میزنه، فوش و بد و بیرا به بقیه میگه، بعد چایی هم همزمان میخوره، موبایلش هم در گوشش. یعنی همه این کارا رو با هم میکنه. چه اتفاقی افتاد؟ مسیر عصبی رانندگی براش ساخته شد. حالا شما تو تمام مواجهه‌های زندگیتون، آموزش‌های زندگیتون این موضوع دارید. هر جا ضعفی دارید به خودت نگو من آدم بی‌عرضه‌ایم. بگو ببین هنوز نتونستی مسیر عصبیشو بسازی. دلیل اصلیش هم اینه که به اندازه‌ای که لازم بوده براش زمان و انرژی نذاشتی. باید روزی 1 ساعت براش تمرین می‌کردی به مدت مثلا 200 روز. و تو این کارو نکردی. پس حق نداری به خود بگی تو آدم بی‌عرضه‌ای هستی. باید بگی به اندازه‌ای که لازم بوده تلاش نکردم. من یه آدم با عرضه‌ام که به اندازه کافی نتونستم تلاش کنم. به اندازه یه آدم با عرضه نتونستم تلاش کنم. یا نخواستم، بهتره بگم. تلاش نکردم. اگه منم با اندازه تلاش می‌کردم اتفاقی نمی‌افتاد. تقریباً بدون استثنا تو هر مشاوره‌ای که من دادم به افراد در مورد موضوعاتی مثل مدیریت زمان به این سوال رسیدم. مثلا طرف میگه من آدم بی‌عرضه‌ایم، من ناتوانم، من ضعیفم، هر چی حالا که چنین مفاهیمی رو منتقل میکنه، کلمات مختلف. و من ازش سوال میپرسم. مثلا شما فرض کنید من یه مشاوره با یه دختر خانم یادم میگفتش که من میخوام که نفر اول که نه رتبه خوب بیارم برای پزشکی. و من الان 2 سال این کارو کردم و نتونستم این اتفاق رو بزنم. این یعنی من آدم بی‌عرضه‌ایم، توانش رو ندارم، هوشم کمه. و من ازش سوال کردم، گفتم روز چقدر درس میخونی؟ و روزی اولش مثلا 6 ساعت به طور متوسط درس میخونم. گفتم خب نفر اول کنکور یا رتبه برتر کنکور قطعا خیلی بیشتر از ما درس میخونن. حداقل شما باید بذاری روزی 10 ساعت. به نظر تو اگه روزی 10 ساعت درس بخونی شانست برای قبولی بالاتر میره یا نه؟ بار خیلی. من پس نگو آدم بی‌عرضه‌ایم، نگو آدم ضعیفیم. بگو من آدم با عرضه‌ام که روزی 6 ساعت داره درس میخونه، در صورتی که برای رسیدن به اون رتبه‌ای که مد نظرم با روز 12 ساعت درس بخونم. پس وقتی 12 ساعت نمیخونم نتیجه هم احتمالاً عاید نمیشه. و اینه که مسئله مهم خیلی از ما تو زندگی، مسیر عصبی اون کار هنوز برای ما ساخته نشده.